وارد کشورمان شدن اطلاعاتی در مورد کشورمون داشتن در خصوص سوابق کشورمون. He's asking if you knew anything about Iran and Iranian history before you come to Iran, just today before you arrived. First اولین بارشونه که به اینجا میان، ولی خب در مورد ایران شنیدن و چیزایی میدونن و برای ایران و تاریخ ایران احترام خیلی زیادی قائل هستن. خب اگر در پایان صحبتی داشته باشن برای ورزشکاران در خدمتشون هست. If you have any advice for the Iranian Shinmo Hapkido students. I don't know right now. I'm teaching. Okay. I'm teaching. ایشون میگن که خیلی الان هیجان دارن که هر چه زودتر با ورزشکاران خوب ایرانی زودتر آشنا بشن، فردا پس فردا، و هر چه زودتر شروع کنن به درس دادن و علم ورزش‌های رزمی که دارن با ورزشکاران خوب و با استعداد ایرانی شریک و سهیم بشن. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. Thank you. جلوتر